مرسی. این قطعه‌ای که میزنم اسمش از دهه 60 راجع به دهه 60 که خرید مادر کیف مدرسه قرمز چمدانی کلاس اول با کلید، روزی که سخت حل می شد اصل هندسه دبیر همدانی 100 کاروان شهید، روزی که مرد خواهد جان بچگی، روزی که حسرت واجب است بر تو پای نشگی. روزی که رفت بر باد، روزی که داد بر باد، شهر کلان که روزی علی آباد، روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، تاباد چنین باد داد و بیداد که تاباد چنین روزی که خطکش تصویری شکست میانه تنبیه، روزی که زنگ خانه ها سور اسرافیل بود، روز درک تضاد تبعیض تفاخر ترجیح، روز لکه آب شور چشمت بر غلط دیکت، روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، شهر کلان که روزی وای علی آباد، روز حسرت یک بار فیکس در ذهن لاغر بازو، روز حسرت یک یار فیکس بودن در تیم مدرسه، روز اشاعه سخنان نوآموخته، روز تعریف پرهیجان فیلم هندی، روزی که رید بر تو دختر همسایه، روزی که در رید پدرت را کشور همسایه، روزی که مرگ از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که 2 کانال بود، یک به جنگ میرفت از 2 و تو آمد، روزی که رفت بر باد، روزی که ماند در یاد، شهر کلان که روزی علی آباد. روزی که رهبر نوجوان تانک خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که داگلاس هنوز مایکل نبود کرک بود، روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، شهر کلان که روزی علی آباد بود، روزی که چمران بر پاک یاران خسبی، روزی که فوزیه در کربلا شد شهید، روزی که شاه رفت جمهوری یکبانده شد، روزی که تنها راه آزادی از انقلاب بود، روزی که مهتاب بود سراب ناب بود، آن نوشابه که 8 ساله کنار حضرت معصومه خوردمش، مادر خریده بود، سبز بود، سبناب.
که شهوت هنوز در حومه شهر بود، روزی که در استعاره فلک قطره بحر بود، روزی که دنیا تمام میشد هر هفته جمعه ها غروب، روزی که آخرین لذت گزارش هفتگی بود. روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، شهر کلان که روزی علی آباد باد، روزی که سرد بود حرام شطرنج و تخت نرد بود، تنها حلال باری این رنگ و روی زرد، تنها حلال افیون و گرد بود. روزی که یاد بزرگان دیدارها قلب درد بود، روزی که پایان بود پادگان بود، تهران نبود خیابان دشت آزادگان بود. طراحی کتکلویت، قدسی قاضی نور، خشم شدید برفروب فقیر، روح جهان کارگری پله عبور، انگشت یخزده پسر روزنامه فروش، یخ شکسته به آشاره انگشت، عقده به تیراژ 5000 تا، از آسمان میکروفون میبارید جبران، گوساله هم یکی را بلعید سهواً. دختر به نام نل در های و هوی شهر، در جستجوی عدن ابد پارادایس بود، در پشت موی ریخته بر چشم برادرش یا موهای منفصل از گردن پدر بزرگ، در لای چرخ کالسکه، در لای عین چرخ کالسکه، در لای چرخش عین آج چرخ کالسکه، در لای چرخش این همه بازی روزگار. بسی رنج بردیم در این سال 30، بسی رنج بردیم در این سال 30 که رنج برده باشیم فقط